سرخط مهمترین خبرها: پرونده باز یک روزنامه‌نگار دیگر را به دادگاه فرستادند. استخراج نفت کم می شود، آیا نرخ سوزشواری بالا می رود؟ و قرب روبل پست و ارزش دلار بلند شد. درود بینندگان عزیز، با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 6 اکتبر است و ساعت در دوشنبه 9. پرونده روزنامه‌نگار بازداشت شده از زرقیبک سعید امینی را برای محاکمه به دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه فرستادند و او به همکاری با سازمان‌های در کشور ممنوع حزب نهضت اسلامی و گروه 24 گمان بر است. خودش بارها گفته است که به هیچ سازمان و گروه مربوط نیست و همکاری نیز ندارد. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، مقامات تحقیق پرونده زرقیبک سعید امینی 38 ساله را بر اساس قسم 2 ماده 307 نشانه 3 جنبست کرده میانه‌های ماه سپتامبر به دادگاه فرستادند. این عیبنامه از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی می‌کند. هنوز روز اول مرافعه معلوم نیست. زرقیبک سعید امینی روز 8 ایول امسال از طرف پلیس شهری وحدت دستگیر شد. حبیسه یتیمووا مادر زرقیبک سعید امینی روز 3 اکتبر به رادیوی آزادی گفت 3 ماه باز پسرش را ندیده است. به گفته خانم یتیمووا، مسئولین وزارت کارهای داخلی و هم دادگاه برای واخوری با پسرش با اجازه ندادند. مقامات مسئله را شرح ندادند. بازداشت زرقیبک سعید امینی به مثل خبرنگاران دیگر تنقیدهای زیاد سازمانهای حامی حقوق را به میان آورد، ولی مقامات به حق بودن خود پافشاری دارند. ائتلاف اوپک و روسیه برای کاهش استخراج نفت به توافق رسیدند. بر اساس سازشی که روز 5 اکتبر در شهر وین حاصل شد، کشورهای عضو اوپک و روسیه شروع از ماه نوامبر تولید نفت را روزانه تا 2 میلیون بارل کم می‌کنند. به نوشته رسانه‌ها این بزرگترین کاهش تولید نفت از زمان پاندمی کووید 19 است. اقتصادشناسان گفتند به این حجم کم کردن صادرات نفت باعث گران شدن سوزشواری می شود. امریکا از این اقدام نو کشورهای عضو اوپک و روسیه انتقاد کرده آن را فاجعه بار خوانده است. تلویزیون CNN از قبل منابعش در کاخ سفید گزارش داد که پرزیدنت جو بایدن تلاش کرد چندی از کشورهای خلیج فارس را متقاعد سازد که از تصمیم برای کاهش تولید نفت خودداری کنند. با گزارش CNN، بایدن از آن هراس دارد که بالا رفتن نرخ نفت باعث افزایش بی‌قرب‌شوی در امریکا می شود و این کار می تواند در آستانه انتخابات کنگره با آبروی کاخ سفید لطمه زند. مقامات آمریکایی گفتند تلاش میکنند وابستگی کشور را از واردات سوزشواری کاهش دهند. فعلا نرخ یک بارل نفت نوع برنت قریب $90 را تشکیل می‌دهد. مقامات تاجیکستان میگویند در 6 ماه سال روان واردات ماشین به کشور زیاد شد. افزایش واردات نقلیات سبوگرف پس از برداشته شدن محدودیت‌های وابسته به کووید 19 امکان پذیر گردید، اما ساکنان گفتند با وجود زیاد شدن نقلیات نرخ آن نه پایان بلکه برعکس بالا رفته است. فرزان محمدی در این باره گزارش می‌دهد. بازار ماشین در کنار دوشنبه روزهای استراحت سیرآدم است. از تمام منطقه های کشور به خصوص از ولایت سوخت به اینجا ماشین میارند. فروشنده ها و خریداران میگویند بازار نظر به 2 سال گذشته گرمتر است، اما نه همه از نرخ ها راضی اند. از جمله عزت الله خواجه‌اف که سبکروی هوندای خریده است. بازار ماشین نرخ کمتر قیمت ما سال اومدیم خب 5-6 هزار فرق میکرد، تو 8 هزار ارزون تر بودن. این سال با من خرید 7-8 هزار با قیمت تر شده گیره. اومدیم 85 هزار خریدیم تا. با اصول هم خرید یک رفیق پسرچه من خرید 75 تا. این سال 85 تا، من 10 هزار اینجا فرق است. ما اینجا در نزد من آمار واسطای نقل سبوگرف در مجموع هست. مقامات تاجیکستان میگن امسال تاجران به کشور نقلیات بیشتر وارد کردند. در این دوره به جمهوری 21377 عدد واسطای نقلیات سبوگرف وارد شده است به مبلغ 82.2 میلیون دلار که نسبت به همین دوره گذشته 4222 عدد به مبلغ 15,525,000 دلار زیاد است. اکثر این ماشین ها استحصال کشورهای اروپا، کره جنوبی و ژاپن هستند. بجز از گران ارزش ها، اکثر ماشین هایی که به تاجیکستان آورده می شوند دست دویمند.
یک قسمی ماشین ها را بعد وارد کردن در ولایت سوخت تعمیر کرده بعداً وارد بازار میکنند. ما همون رفته سری کانتینر یا که بازار خریداری کرده واده اینجا میفروشیم تیار کرده. سببش برادر عزیز این که راسته مشکل راه کی رو قیمت شد با من این رنگ و لک و استوهای و کم کم قیمت شد طلبات اکن همین به وای که های مقصد نرخش بالا رفت. بعضی ماشینا میشد مقصد 15000 17000 18000 سوم رسخود میشه خودش. تا اینجا ما میبریم 3 هفته یک ماه تا سودا شدنش میشه. الکی جه پتیری چی میشه؟ مقصد اینجا هم چک پولی های کوارتیر پولی. یک سبب گرانی دشوارتر شدن ماشین بیاری بوده است. تاجران گفتند تا دوره پاندمی سبکروها را با قطاره می آوردند و خرجش کمتر بود. حالا اکثر ماشین ها را در راه های دراز رانده یا در بارکش ها می آورند. اتحاد اروپا به خاطر تجاوز روسیه به خاک اوکراین علیه مسکو تحریم های سخت‌تر جاری می‌کند. این تحریم ها همچون واکنش به همراه کردن منطقه های اشغالی اوکراین به خاک روسیه گفته می شود. تحریم های نو اتحاد اروپا این بخش ها را فرا می‌گیرد. محدودیت های معامله با روسیه در صنعت فولاد و فناوری های دیجیتالی، تعیین کردن نرخ نهایی برای نفت روسیه که از طریق دریا یا بیمه کشتیرانی کشورهای اروپایی به دولت‌های دیگر انتقال می‌یابد. همچنین تعداد از مقامات انتظامی و وزارت دفاع روسیه و افرادی که در برگزاری همه‌پرسی در منطقه‌های اشغال شده اوکراین دست داشتند شامل تحریم‌های نو اتحاد اروپا شدند. اورسولا فون در لین رئیس کمیسیون اروپا با استقبال از تصمیم رهبران کشورهای اتحاد گفت ما هیچگاه نتیجه های همه‌پرسی دروغین پوتین و همراه کردن قلمروهای اوکراین بر روسیه را نمیپذیریم. اگر هیچ یک از اعضای اتحاد اروپا در آخرین لحظه اعتراض نکند قرار است متن تحریم های جدید صبح امروز رسما تصویب شود. اتحاد اروپا از آغاز سال علیه روسیه تحریم های زیاد جاری کرده است. وزارت امور خارجه قزاقستان به اظهارات نماینده رسمی وزارت امور خارجه روسیه ماریا زخاروا واکنش کرد. روز 4 اکتبر زخاروا از آن ناراضگی کرد که سفیر اوکراین در قزاقستان پتر وروبلیوفسکی به استان برگشته است. سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه سفیر اوکراین را روس بدبین جنگجو و ملتگرای نفرت آور نامید. اما آیبکس مدیاروف سخنگوی وزارت امور خارجه قزاقستان یک روز پس به اظهارات ماریا زخاروا واکنش کرد و گفت سخنهای زخاروا خلاف شریکی استراتژی استانه و مسکو است. به گفته مدیاروف موقع وزارت امور خارجه قزاقستان راجع به رفتار اغواانگیزانه پتر وروبلیوفسکی به جانب اوکراین رسانیده شد و همچنین گفته شد که اظهارات وروبلیوفسکی به احساسات قزاقستانیان از جمله ساکنان روستبار کشور ناخن میزند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 6 اکتبر را فرا میگیرد. 6 اکتبر سال 1920 یک ماه بعد سقوط امارت بخارا جمهوری مردمی شوروی بخارا تأسیس شد. این جمهوری سپتامبر سال 1924 به جمهوری شوروی سوسیالیستی بخارا تغییر نام کرد، ولی یک ماه بعدش پایان اکتبر سال 1924 در قلمرو آن جمهوری های شوروی ازبکستان، ترکمنستان و جمهوری مختار تاجیکستان تأسیس شدند. تاریخ شناسان میگویند حکومت شوروی نخواست اسم بخارا را که رمزی امارت و رژیم پیشین بود حفظ کند. ماه اکتبر سال 1926 نخست شماره مجله حجوی ملا مشفیقی از چاپ برآمد که بعد نامگذاری های زیاد به خارپشتک تبدیل شد. این مجله که دولتی بود و از مشکلات جامعه شعر و حکایه، حجویه و کاریکاتور نشر میکرد، یک وسیله مبارزه با دردهای جامعه بخصوص منصبداران رشوه‌خوار گردید. 6 اکتبر سال 1951 آوازخوان تاجیک مرادبک نصرالدینов تولد شده است. مؤلف ترانه‌های معروف میزند باران به شیشه، صنم و دیگرها با سهمش در احیای ترانه‌های مردمی معروف شده است.
قرب دلار آمریکایی شبانه روز گذشته کم بالا رفته ارزش روبل روسی باشد کاهش یافته است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی به 988 سومانی برابر است. 1000 روبل روسی باشد به 164 سومانی عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 6 اکتبر چنین است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. برایتان روزی با قرار تمنا داریم.